در واتساپ اگه اول و آخر پیامت ستاره بذاری متن با سایز بزرگ ارسال میشه. اگه اول پیامت یه ستاره بذاری، فاصله بدی و متن بنویسی، با هر بار اینتر زدن برات لیست ایجاد میشه. اگه اول و آخر پیامت آندرلاین بذاری متن به صورت کج ارسال میشه. اگه عدد 1 و نقطه بذاری و متن تو بنویسی، بعد از اینتر زدن اعداد بعدی به صورت خودکار اضافه میشن. اگه اول و آخر پیامت بکتیک بذاری متن توی کادر با فونت کشیده ارسال میشه. اگه اول پیامت علامت کوچکتر بذاری پیامت کم رنگ ارسال میشه. اگه علامت تیلده بذاری روی پیامت خط صاف کشیده میشه. حالا یه ترفند جذاب، اگه روی یه ایموجی نگه داری و به صفحه چت بکشی، با انتخاب گزینه ادیت میتونی همون ایموجی رو به یه استیکر اختصاصی تبدیل کنی، درست همونطور که دوست داری. اگر روی پروفایل بزنی یه گزینه چت تیم رو انتخاب کنی، میتونی تم چت رو مطابق سلیقه خودت تنظیم کنی. قول میدم حداقل یکی از این ترفندا رو نمیدونستی. پس حتما برای دوستات بفرست تا اونا هم یاد بگیرن. صالح کمپانی.